حماسه بروکسل. 30 سال از روز سیاهی که رژیم ایران مسبب آن بود می‌گذرد. روزی که پیغمبر آشتی دکتر قاسملو برای مذاکره با رژیم ایران به وین رفت و در حین مذاکره همراه با عبدالله قادری آذر توسط تروریست‌های در لباس دیپلمات به شهادت رسیدند. 30 سال از آن روز می‌گذرد، ولی ملت کرد همچنان در این روز همه سال تجدید پیمان می‌کنند. حماسه بروکسل نشان داد ملت کرد همیشه و در هر زمان اتحاد و همبستگی خود را حفظ کرده است. این اتحاد است که ملت کرد را در ادوار مختلف سر پا نگه داشته است. هرچند زخم‌ها و رنج‌های زیادی کشیده، ولی به زانو در نیامده است. حماسه بروکسل نشان داد که از پیر و جوان، زن و مرد، مریض و کمندام همه با هم در یک صف نشان دادند که این ملت هیچ وقت در برابر دشمنانش سکوت نخواهد کرد. حماسه بروکسل نشان دهنده آن بود که حتی نسلی که رهبر فرزانه دکتر قاسملو را ندیده، اما دلش برای او می‌تپد و مصمم‌تر از همیشه و با آرمان‌های رهبرش تجدید پیمان می‌کند. به ادامه راه رهبر شهیدش خواهد شد. حماسه بروکسل نشان داد که دشمن باید بداند این ملت برای آرمان‌های رهبر شهیدشان تا آخرین قطره خون مبارزه خواهد کرد. حماسه بروکسل یک بار دیگر عزت و بزرگی ملت کرد را در برابر رژیم مستأصل ایران نشان داد. ملت کرد از اقصا نقاط دنیا برای تجدید پیمان و محکوم کردن این ترور در قلب اروپا گرد هم آمدند. این بزرگی ملت کرد و رهبر فرزانه دکتر قاسملو است که در دل تک تک این ملت قرار دارد. بیشک پیروزی از آن ملت کرد است و آینده این را ثابت خواهد کرد. حماسه بروکسل نشان داد در 30مین سالگرد ترور و شهادت رهبرمان دکتر قاسملو به دست دیپلمات تروریست‌های جمهوری اسلامی ایران، خروش ملت حق‌طلب کرد خیابان‌های پایتخت سیاسی اروپا بروکسل را فرا گرفت. سر تعظیم باید فرود آورد به این ملت که با فراخوان حزب رهبر شهیدمان، حزب دموکرات کردستان ایران، مشتاقانه در این فراخوان حضور به هم رساندند و با اتحاد و همبستگی رژیم تهران را به وحشت انداختند و دل رژیم تروریستی تهران به لرزه درآمد. روح تمام شهیدان کردستان و روح پیغمبر آشتی دکتر قاسملو گرامی باد.